به نام ایران. گرمترین درودهایم رو پیشکش شنوندگان گرامی و پیماندار رادیو آریامهر میکنم و برنامه امروز مهرشید 26 خرداد ماه 2572 شاهنشاهی برابر با یک شنبه 16 یونی 2013 ترسایی رو از هفته پس از نیمروز بر طول موج رادیویی 89/2 از مالمو در جنوب سوئد و پخش مستقیم از تارنماهای مالمو کانالن رادیو آریامهر و همچنین تلویزیون اینترنتی ایرانیش تیوی آغاز میکنیم. برنامه امروز هم چون دیگر برنامه‌ها در یوتیوب قرار خواهد گرفت که به سادگی در دسترس شما در هر زمان که خواستید خواهد بود و به روال همیشگی اندیشه ها، خورده ها و نگرتون رو در زمان پخش زنده با تلفن استودیو به شماره 390 500 و در درازای هفته با تلفن 0735 85 39 79 و یا از راه فیسبوک رادیو آریامهر و همچنین از راه تارنمای رادیو آریامهر به نشانی www.ariamehر.se با ما در میان بگذارید. درباره رویدادها هم باید اشاره داشته باشم که در روزهای اخیر انتخابات در میهنمان بسیار مسئله مهمی بود و دارای حاشیه‌ها و متن‌های بسیار که برنامه ویژه‌ای رو به اون اختصاص دادیم. اما در نکته‌ها و تازه‌ها به آگاهیتون باید برسونم که چهارشنبه پیش رو 29 خرداد ماه سالروز تصویب لقب کبیر برای اعلی حضرت رضا شاه پهلوی سرسلسله دودمان پهلوی در سال 2508 شاهنشاهی 64 سال پیش به خواسته مردم ایران و تصویب مجلس شورای ملی است که در بزرگداشت و امتنان از خدمات، جانفشانی ها و سازندگی های رضا شاه بزرگ. با این توضیح که واژه کبیر یک واژه تازی و عربی است و واژه جایگزین آن واژه زیبای بزرگ که امروزه همه از اون استفاده میکنن و ایشون رو رضا شاه بزرگ خطاب میکنن. امروز شادباش های بسیاری رو هم دارم از سوی خودم و همکاران گرانقدرم در رادیو آریامهر برای دختران و پسران گرامی و ارجمند ایرانی که موفق به پایان دوره دبیرستان شدند و به ویژه فرزندان ایران که در مراسم پایان تحصیلی و جشن‌های اون ارق ملی و میهنی خودشون رو و دلبستگیشون رو به خانه پدری نشون دادن و تسلیم فرهنگ بیگانه نشدن و درفش سرنگ شیر خورشید نشان ایران رو در این مراسم به اهتزاز در آوردن که مشت محکم بر دهان یاوه‌گوی و ژاژخواه
جمهوری اسلامی غاصب انسان ستیز بود. برای همه این نازنینانم بهتنی، بهزیبی، دیرزیبی و پیروزی ها و موفقیت های بسیاری در زندگی و در تحصیل آرزومندم. آروین خوشنود، همکار گرانقدر رادیو آریامهر که در هفته گذشتم اشاره به اون داشتیم و امروز با ما نیست، به دعوت مؤسسه بین‌المللی پژوهشی صلح استکهلم سیپری در پایتخت سوئد به سر میبره. روز گذشته در نشست دانشی این مؤسسه سخنرانی بسیار نافذ، پژوهشگرانه و محندی رو درباره آب و جنگ یا همکاری که میتونه این معقوله در جهان بین ملل مختلف به وجود بیاره ایراد کرد که تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم بسیار مورد استقبال متخصصان و پژوهشگران حاضر در این نشست شده که از همینجا به آروین عزیز شادباش میگیم و برای او هم آرزوی پیروزی‌های بیشتر و بزرگتری رو در زندگی داریم. درباره به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری حکومت تهران، رادیو P3 یا پتره، رادیوی دولتی سراسری سوئد و همچنین رادیوی P1 باز رادیوی دولتی سراسری سوئد به طور جداگانه و در 2 روز مختلف گفتگوهایی داشتند، هم با آروین و هم با اردوان خوشنود که در این مصاحبه ها هر دوی اونها سیاست ها، ترفندها، بازی ها و انتخابات فرمایشی حکومت اسلامی رو به شدت مورد حمله قرار دادن، افشاگری کردن و اونها رو محکوم کردن و خواستار عدم شرکت و تحریم این انتخابات شدن که این گفتگوها که به زبان سوئدی انجام شده بازتاب بسیار خوب و ویژه‌ای در سراسر سوئد داشته. روزنامه سوئدی آفتنبلادت هم نوشتار اردوان خوشنود و دیگر همکار گرامی رادیو آریامهر رو درباره انتخابات دروغین، ترفندها و سیاستهای غیر انسانی دستار به سران حاکم بر کشورمون، تحریم و عدم شرکت و حتی حضور در مراکز رایگیری رو در آدینه گذشته به چاپ رسوند که باز هم این نوشتار بسیار مورد استقبال خوانندگان آفتنبلادت قرار گرفت. من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میذارم بخواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق میکرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود و هر کی از اون میوه‌ها میچیند به هر آرزویی که داشت میرسید. مردم اون شهر سالها و سالها صبر کردن، زحمت کشیدن تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارشو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد، تمام درخت‌ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر و تمام میوه ها رو با خیلی از مردم بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی قصه خوردن، گریه میکردن ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوزه منتظر نشستن که شاید
که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب. شعرم شده ایران 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 ایران. شب شعر توی ذهنم با حروف تازه تازه، شب انتخاب واژه که ترانه با بسازه، مثل پروانه زدم پر میون باغ الفبا، یک به یک دوره کردم از الف تا همزه و یا، بین حرفای صدادار داستان‌های کلادار، من و مردار با یه روره بنویس دوباره بندیار ای یار ای یار ای یار ای یار. اما من یاری نداشتم، با کسی کاری نداشتم، یار واسه با حروفه یه گوشه‌ای کنار گذاشتم. شنوندگان عزیز رادیو آریامر، گرمترین درودهای من اردواند را پذیرا باشید. امیدوارم که تا الان از برنامه‌ای که براتون داشتیم خوشتون اومده باشه و بپردازیم کمی به مسائل انتخابات و اینکه دوباره جمهوری اسلامی چه عمامه‌ای رو سر ملت ایران گذاشت. بله، آدینه 24 خرداد ماه هم پریروز آمد و با معلوم شدن نتیجه انتخابات فرمایشی یا به درستی انتصابات جمهوری اسلامی غاصب که البته از چند هفته پیش این مطلب به سران و کارچرخانان و حکومت اسلامی غاصب روشن و آشکار بود که کدام مهره بی اختیار باید به عنوان رئیس جمهوری سر از صندوق رای دراره. به هر روی شور و تب این نمایش نخنامه
که 34 سال در کشور ما پی در پی به اجرا گذاشته میشه پایان گرفت و آخوندی به نام حسن فریدون روحانی که به هر حال معلوم نشد حسن فریدون بوده بعد روحانی شده، حسن فریدون روحانی بوده بعد فریدونشو برداشته، با این گذشته که در انگلیس بوده، زنی در انگلیس داره، زنی از ایران گرفته، فرزندش یکی خودکشی کرده، یکی رو کشتن، با مسائل بسیاری در یک نمایش بسیار سخیف و زشت، مثل همون جریانی که رفسنجانی رو عدم صلاحیتش رو صادر کردن، بعد اون اومد در صورت که همین آخوند حسن از دست پروردگان و مهره های خود هاشمی رفسنجانی هست و شوربختانه هم بلافاصله سیل پیام و تشکر و سپاس و امتنان و تقدیر و تشویق و قدردانی و حتی اعلامی و بیانی و اخطاریه و همچنین تحلیل و تفسیر و شایعه هم جاری شد تا برای اینکه این میخوی که کوبیدن بیشتر کوبیده بشه و در این میان رسانه های فارسی زبان بیگانه و همچنین رسانه های ایرانی ساخته پرداخته خود آخوندها جنجال برانداختن که با یک تبلیغات گسترده مشغول زمین چینی هم شدن که این آخوند ایرانی کش رو که در تمام جنایات و تجاوزات و شکنجه ها و غارت های 34 سال قوم آخوند در ایران همراه و همکار نزدیک اینا بوده، باز به عنوان یک اصلاح طلب و دگراندیش و دگرگون شده و دکور و اینکه از بافت دیگری است و چون گذشته نیست بیارن به خورد مردم ایران به ویژه افکار جهانی بدن، مثل 16 سال پیش که اون شیاد فریبکار آخوند محمد خاتمی رو آوردن. البته باز در این میان دستاندرکاران استعمار که خودشون کارگردانان این بازی های سخیف در سراسر جهان و در میهن ما هستن، شوربختانه خوب میدونن که این بازی ها چگونه است چون ترتیبش رو خود اونها دادن. این رسانه ها از زمان اعلام نام آخوند حسن روحانی پی در پی هم از مردم میخوان که حالا انتظاراتشون رو، خواسته هاشون رو، نظراتشون رو، بستانکاری هاشون رو از رئیس جمهور منتخب، یعنی اینجا آمدن با پسفند یک منتخب میخواهن این معنی رو جا بندازن که این یعنی انتخاب شده. بله ما میگیم انتخاب شده ولی نه از سوی مردم، از سوی 4 تا آخوند و 4 پشتیبان بیگانه شون و هیچ ربطی هم به ملت ایران نداره. به هر روی با اعلام انتخاب شدن او چیزی که بیشتر از همه مورد توجه و خاص ما بود آماری بود که ساعت 8:20 پس از نیم روز گذشته وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد. هرچند که هم شما میدونید هم من میدونم، ما میدونیم که تمام آماری که اینها میدن دروغینه. بارها هم در همین رادیو در طی همه این سالها با استناد به گفته خود مدیران درجه 1 و سران رژیم گفتیم که اینها خودشون میگن آمار ما درست نیست و همه آمارها رو به سود خودشون میدونن. با این حال باز ما برای اینکه اتخاذ سند کرده باشیم و نگوین که شما بر اساس آمار دروغین سخن میگویید، از آمار رسمی خود وزارت کشور جمهوری اسلامی استفاده میکنیم. با توجه به اینکه در هفته گذشته گفتم که بیش از 5 میلیون رأی گم شده و اینو در اختیار داشتن که به هر کی خواستن رأی بدن و از اونها استفاده کنن، به جز تقلب‌های دیگه‌ای که در اختیار دارن و میتونن انجام بدن. از کمی بیش از 50 میلیون حائزین حق رأی به طور کلی 36,704,9
154 نفر در این رأیگیری شرکت کردند. آماریه که خود جمهوری اسلامی داده دیگه. دقیقاً بله. وزارت کشورشون ستاد انتخاباتی که خودشون به راه انداختن که از این 36 میلیون و 704 هزار خورده ای 1 میلیون و 245 هزار و 407 رأی باطل بوده. یعنی در این رأی آمدن به اینا توهین کردن، فحش دادن، دشنام دادن، لعنت کردن، نفرین کردن. و اینها افرادی هستند که نمیخوان شرکت کنن در این رأی گیری، مثل فکر کنم اکثر مردم ایران که مجبورن برای اینکه اون مهر بخوره در شناسنامه هاشون. بله. برای کار و زندگی و فردا درگیر نشن با این مکان و مکان. ممکنه اخراج بشن. خب یه پدر یه خانواده رو وقتی از یه کارخونه اخراج کنن، اون خانواده در واقع مرده، کاری نمیتونه بکنه. که این است که از ترسشون رفتن ولی فحش نوشتند و به هر حال اونا قبول نکردند. ولی این اعلام رأی که حالا در حدود 35 میلیون و 458 هزار و 747 نفر اسم نوشتن دادن به اینا و آرای باطل نیست، این به این معناست که از اون 50 میلیون و خورده ای بیش از 13 میلیون و نیم ایرانی شرافتمند به رغم فشار، تهدید، نمیدونم تحبیب، تطمیع، عواقبی که دامنگیرشون شاید در آینده بشه، در این نمایش مستهجن شرکت نکردن و در حقیقت به جمهوری ننگین کشتارگر دزد غاصب بی پدر مادر گفتن نه. ساعتی بعد از انتخابات تلویزیون‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که افرادی که در رأیگیری شرکت کردند نزدیک به 90% بودند. روز بعدش تلویزیون جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی پرس تیوی اعلام کرد که کمی بیشتر از 80% در این رأیگیری شرکت کردند. بعد دیدم به هر حال خب مردم عکس میگیرن، فیلم میگیرن، ویدیو میگیرن، نمیتونیم همینجوری دروغ بگیم. اومد وزارت کشور رو اعلام کرد که 72% رأی دادن و این آمار اصلی و علنی جمهوری اسلامیه. یعنی شما ببینید اگر جمهوری اسلامی قبول کرده که 72% رأی دادن و نزدیک به 30%، 28% رأی ندادند، شما ببینید آمار اصلی کجا قرار داره. اصلا من به اونجام نمیکشم کارو، من میگم من کاملا حرف جمهوری اسلامی رو قبول دارم. 72% رأی دادن، نزدیک به 30% در اون مملکت همونطوری که شما گفتید با این همه فشار و این همه دنگ و فنگ نرفتن و رأی ندادن. این اگه یه مشت محکمی در دهن جمهوری اسلامی نباشه، هر کی که بگی نیست یه پس گردنی پشت سر آخونده. با قول صمد دروغگو دشمن خداست. نه، این در حقیقت این انتخابات دقیقاً شکست جمهوری اسلامی بوده. 30% زیر این همه فشار گفتن نه. و من در این فرصت استفاده میکنم و سپاس ایران پرستانه خودم رو پیشیاره این هم میهنان رگدار، غیرتمند، با شرف و دلیرم میکنم که بیباکانه، با دلاوری، با شهامت در انتخابات فرمایشی حکومت شیخ اوباشان آدمکش شرکت نکردند و ساده انگارانه اسیر دام هیچ یک از ترفندها و بازیهای این جناحهای خون و وحشت نشدن. در برابرتون کرنش دارم به وجود شما پهلوانان آریاخاک میهنم، میبالم و آرزومندم که هماره و همچنین گردن فراز و آزاده باشید. اوایل برنامه انتخابات صحبتی کردید در مورد خود روحانی
این جالبه که من یک سری از زندگی نامه روحانی رو که میخوندم اینور و اونور، یک سری افشاگری ها شده که افراد میگن که ایشون در گلاسگو درس خوندن در انگلستان و مدرک دکترا رو از انگلستان دارن. باز گرفتار این حقوق بازی درباره این درجه دکترایی. یعنی مثلا ولایتی هم یکی بود که یکی از کاندیدات‌ها بود که شرکت کرده بود و میگن که ایشون فوق تخصص داره از دانشگاه جورج تاون اینجور چیزا، رفتن نگاه کردن دیدن که بله کاملا درسته، مدرکش از همه چیز از حرفی هم توش نیست اصلا به هیچ عنوان. پزشک اطفال کودکانه. ولی یک چیزی رو اردوان گفتی از ولایتی، خب ولایتی پزشکه. من علوم سیاسی خوندم، اگر من وارد حیطه کارو بشم اون میتونه از من شکایت کنه که تو چطور اومدی گفتی به این بچه نمیدونم این قرص رو بدیم یا ندیم. ولی من خوب به یاد دارم در اوایلی که این وزیر خارجه شده بود، همین مثل که علی اکبر نام کوچکش، چون من اونچنانی شناختی ندارم، ولی از این حسن فریدون روحانی یک چیزی خاطرم هست، چون امروز هم با شما و دوستان دیگه در خونه صحبت میکردیم. این در سالهای 48-49 تو دانشکده حقوق بود. ولایتی فرق بین دو ژور و دو فاکتور که نحوه شناسایی یک کشور هست رو نمیدونست. خب اون فکر کنم کم شعوری خودش بود، برای اینکه اگه آدم با شعوری بود اصلا با جمهوری اسلامی کار نمی‌کرد روز اول. ولی جریان روحانی اینجا بود که مدارکی رو گذاشته بودن از سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک که پرونده روحانی بود، که اونجا روحانی رو دکتر خطاب کرده بودن، به این معنا که روحانی قبل از اینکه در سال 57 در ایران چنین فاجعه‌ای بشه دکترا داشته و نمیتونه بعد از فاجعه اونطوری که خودش میگه رفته باشه گلاسگو و دکترا گرفته باشه. اصلا یک نوع ببخشید منو خرطوخریه سر این جریان و الان هم که مسلما انتخاب شده حتما مخالفینش اینو بزرگ خواهند کرد و افشا خواهند کرد. و بازم من اینو بگم سر اینجور مسائل خیلی ما بحث کردیم و بحث میکنیم، در مورد مثلا اراذل و اوباش جمهوری اسلامی مثل علی اکبر امیدمهر ما حتی این بحث رو کردیم و دکتراش. به هیچ عنوان به خاطر این نیست که بگیم که فلان کس با تحصیل یا بی تحصیل نیست. همونطوری که آقا ولایتی ولی پزشک فوق تخصص هم داره، حتما هم پزشک بسیار خوبی هست. اون قرضی هم مهندس بود واقعا از پاریس، حرفی توش نیست. ولی صحبتی که اینجاست اینه که افرادی که میان در مورد اینجور مسائل دروغ میگن و باعث مچشون رو گرفت، همونطوری که ما همین کارو با علی اکبر امیدمهر کردیم. چون بخوایم بگیم اینها ذاتاً دروغگوان، یه دکترها رو برمی‌دارن دروغ میگن. وای به این قتل‌ها و دزدی‌ها و قبل از اینکه بریم یک ترانه گوش بدیم، من فقط این رو بگم که من موقعی که خاتمی رئیس جمهور شد 16 سال پیش، روزنامه‌ها و نشریه‌های غرب خیلی می‌نوشتن و خیلی میگفتن خیلی خوب این شده، این الان میتونه روابط ایران با دنیا رو درست بکنه. ولی همونطوری که ما دیدیم اعدام‌ها، کشت و کشتارها، سنگسارها و اونجوری فجیع زدن و داغون کردن و قیام مردم رو، همینا در دوران خاتمی پیش اومد. این دفعه که روحانی انتخاب شد، که از نظر من ما اگه روحانی رو با خاتمی مقایسه بکنیم، روحانی خیلی خوشگل‌تره و خیلی خوشخنده تره و من فکر کنم خیلی بهتر به دل مقاستم بگم دل افرادی که در قم هستن در حوزه علمیه، ولی خیلی بیشتر به دل غربی ها میچسبه. اونو خیلی قفلا به دل اونا چسبه. حالا ولی اون چیزی که این وسط جالبه اینه که مثلا افرادی که در نشریه داگنس نیهتر سوئد، در نشریه سفنسکا داگبلادت سوئد، آقای وولفگانگ هانسون که مسئول مسائل سیاست خارجی یکی از بزرگترین نشریه سوئد آفتونبلادت هست، اینها اومدن و همه نوشتن که یک گول نخورید، این اصلاح طلب نیست. 2 گول نخورید، این خامنه‌ای 100% به این اعتماد داره. این فردی بود که همه کاری ایران بود در مسائل اتمی جمهوری اسلامی. و این وسط اپوزیسیون ایران از ما گرفته تا افراد دیگر، از هواداران پادشاهی گرفته تا اونایی که طرفدار جمهوری هستن و باور به کمونیسم دارن و غیره، همه در طول این سالها مبارزه ماها به جای رسید که تونستیم اونقدر اثر بذاریم روی دید
افرادی که واقعا با دید مردم در این کشورها بازی میکنند و به جایی رسید که موقعی که روحانی برنده میشه وولفگانگ هانسون برمیگرده و می‌نویسه که جای بسی تأسفه که جمهوری اسلامی هنوز خودش فکر میکنه در یک دموکراسی زندگی میکنه. و این رو مقایسه کنید با همین آقای وولفگانگ هانسونی که تا 4 سال پیش فقط از موسوی حمایت میکرد، امروز حتی در مطلب خودش به میرحسین موسوی هم حمله کرده بود. این هم یک تبریک است به اپوزیسیون که تونسته تا این حد اثر بذاره. بله، پیش از اون که اردوان اشاره کردی بچه ها آهنگی رو پخش کنن و این آهنگ رو من میگم تقدیم میکنم به همون 30% که شجاعانه در رأی گیری به رغم همه مسائل و عواقب شرکت نکردند. به موضوع اشاره کردی، 2 مورد رو من باید اشاره کنم. خیلی سربسته گفتی، من یه خود این رو باز میکنم. کسانی میپرسن که اپوزیسیون در خارج از کشور چه میکنه. یکی از کاراشون همینه، همین ارتباطاتی که با تحلیلگران، مدیران درجه یک کشورها، تحلیلگران رسانه های مختلف، تصمیم گیرندگان سیاسی کشورها ارتباط دارن با اینها، میرن به اینها توضیح میدن، اینا رو آگاه میکنن، مسائل رو میگن و اینها متوجه شدن که حق با ما بوده و ما درست میگیم. اما درباره این که این آخوند حسن هم مالی نیست و نخواهد بود، ضمن که باز گفتم بسیاری از رسانه‌های جمهوری اسلامی این رو میخوام باز به خورد مردم ایران بدن، من یک اشاره بسیار کوتاه میکنم برای اینکه زمان رو برای مسائل دیگه هم داشته باشیم. از قانون اساسی خود جمهوری اسلامی بر پایه بندهای حکومت اسلامی، شیوه حکومت در اسلام و ولایت فقیه، 3 بند جداگانه است که همشون در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده و همچنین بر پایه اصلهای اول، دوم، سوم، پنجم، هشتم، 11م، 12م، 91م، 107، 108، 109 و 110 این کمترین و چون بسیارم روشن هست اشاره کردم، اصلا دیگه هم همینن. هیچ کسی به هیچ نوعی هیچ اصلاحاتی رو که مردم منتظرن نخواهند کرد و نمیتونن بکنن، هیچ سازمانی، هیچ نهادی، هیچ شخصی، هیچ حزبی. همه اینا در اختیار موجودی قرار داره به نام ولایت مطلقه فقیه. پرونده اتمی ایران در اختیار اونه، تبلیغات و رسانه دولتی ایران، رادیو تلویزیون و تبلیغات، سازمان تبلیغات اسلامی و چه در اختیار اونه. میدان نظامی ایران از سپاه پاسدار و بسیج بگیرید تا نیروی انتظامی و نمیدونم ارتش در اختیار اوه. سیاست خارجی کشور در اختیار اوه. مسائل امنیتی کشور در اختیار اوه. من نمیدونم کی انتظار داره تا کی باید این افراد فریب بخورن و حتی حاضر نیستن در تحلیل هاشون، در حرف هاشون، در اظهار نظرهاشون لحظه‌ای قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ورق بزنن ببینن که در اونجا چی هست. تنها راه علاج این دمل چرکین که ایرانی ها رو آزار میده مسکن نیست، دور بر زخم و تمیز کردن نیست، باید این زخم شکافته بشه. این به این معناست که جمهوری اسلامی ننگین تروریستی ایرانی کش باید سرنگون بشه، از صفحه روزگار محو بشه و عمله و معماران و سازندگان و دستاندرکاران و اون در این 34 سال باید به مجازات برسند و کیفر ببینند. این تنها راه رهایی ایرانه و بعدش هم آن چیزی که برای مردم ایران راه آشنا بوده
و اون شاهنشاهی ایرانی که باید دوباره به ایران برگرده تا فصل سازندگی و آسایش و رفاه دوباره در کشور ما نضج بگیره. صدای پای خرداده، صدای ماه رو باور، دوباره ضربه باتون، دوباره گاز اشکاور، صدای تیر و رگباره توی شب‌های بیخوابی، باز اسم کی میاد بیرون از این صندوق قلابی؟ سکوت مشتای بسته، حراست را پیمایی، چشایی که به هم میگن بیا نزدیک تو از مایی، خیابون‌های تب کرده، درختایی که خون خوردن، گلای وسط بولوار زیر باروت میمردن، صدای پای خرداده، صدای ماه پر حسرت، جدال آدم‌هایی که با خون میخرن قدرت، دوباره بوی سلول و دوباره یاد کهریزن، شبای کوی دانشگاه همه با هم اگر اندک. سکوت مشتای بسته، حراست را پیمایی، چشایی که به هم میگن بیا نزدیک تو از مایی، خیابونای تب کرده، درختایی که خون خوردن، گلای وسط بلوار زیر باروت میمردن، صدای پای خرداده، صدای ماه پر حسرت، جدال آدمک‌هایی که با خون میخرن قدرت، دوباره بوی سلول و دوباره یاد کهریزن، شبای کوی دانشگاه همه با هم اگر اندک. هنوزم میشه الباشی تو این خرداد بی خورشید، هنوزم میشه با تلخی یه جرعه حرف حق نوشی، قرار آخر و بازم توی خرداد میذاریم، اگه حتی جلو تیریم، اگه بسته درکاریم، اگه حتی جلو تیریم، اگه بسته درکاریم، اگه حتی جلو تیریم، اگه بسته درکاریم، اگه بسته درکاریم، اگه بسته درکاریم. شنوندگان عزیز رادیو آریامر، ترانه بسیار زیبایی بود از هاتف که به مناسبت همین جریان انتخابات بود که واقعا اون رو تقدیم میکنیم به اون 13.5 میلیون ایرانی که به جمهوری اسلامی رأی ندادند و در این انتخابات شرکت نکردند، ولی همزمان دوست دارم این آهنگو تقدیم کنیم حتی به اونهایی که رأی دادن و از یاد بردند که 4 سال پیش چه شد و در این 34 سال چه شد، که شاید گوش بدن و یادشون بیاد. بریم و بپردازیم به مسئله دیگری که بسیار بسیار مهم است، شورای، اون چیزی رو که اونها بهش میگن شورای ملی، ولی در اصل یک نوع شوربای ضد ملی است اصلا کلا. صحبت هایی داریم براتون، یک سری اتفاقاتی افتاده که بسیار مهمه در موردش صحبت بکنیم و گفتگویی داشته باشیم. پیش از این که به این به قول اردوان به شوربای ناملی بپردازیم،
چون چند تن از عزیزان لطف کرده بودن، تلفن زده بودند و مثل همیشه ما رو مورد عنایت خاص خودشون قرار داده بودن که ازشون بسیار بسیار سپاسگزارم. اشاره داشتن که در بعضی از شهرها، به ویژه در لندن یا در استکهلم، در پاریس، در جاهای مختلف، کسانی از اپوزیسیون یا کسانی که ادعا کردن که از ایران فرار کردند و اومدن و الان هم در بعضی جاها جا خوش کردن، حتی در BBC کار میکنن، در وایس آف آمریکا کار میکنن، در کجا کار میکنن، اینها رفتن جلوی کنسولگری ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در صف ایستاده بودن که عکساشون رو پخش کردن، فیلماشون رو پخش کردن و درست هم هست. اینها رو نام ببرید. من تنها میگویم به عزیزانم که نیاز نیست که از این موجودات فرومایه و سخیف و پشت به میهن، وطن فروش، جاسوس و پست نام ببریم. اینها یک بار گفتن خیانت و همیشه خیانت، کاری هم نمیشه کرد. اما ما به خودمون میبالیم. در همه این سالها بارها به نام این افراد اشاره کردیم که آقا اینها دروغ میگن، اینها سالها با جمهوری اسلامی همکاری کردن، اینها از عمله بناکننده جمهوری ننگین اسلامی بودن. اینها هستن که میان رأی میدن، مهمم نیستن و عزیزان وقتشون رو تلف اینا نکنن. بارها اینا رو گفتیم و اشاره هم کردیم و همیشه هم خواهم بود. جالبش اینجاست که حتما تا مدت دیگه هم یه جایی تو دفتر سیاسی شورای ملی بهشون خواهند داد به زودی حتما دیگه، برای اینکه افرادی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، از این نظام میخوان حمایت بکنن، برای تجزیه ایران فعالیت میکنن، یه جایگاه بسیار مخصوصی هم در شورای ملی خواهند داشت. چند وقت پیش در جریان این شورای ملی من یک اشاره کردم به رضا پهلوی و مسئولیت‌های پادشاهیش. خیلی به صراحت و روشنی و بی هیچ مجامله و تعارف اون روز گفتم که شوربختانه ایشون در پس اتیان سوگندشون در 9 آبان ماه 1359 یزدگردی در قاهره که فیلمش هست، تفسیرش هست، عکس‌ها هست، ایشون از پس از اون به خویشکاری ها، تکالیف و مسئولیت های خودشون نسبت به پادشاهی عمل نکردند و در تمام این سالها همه به بطالت گذشته و صحبت هایی شده که هیچ وقت به نتیجه نرسیده. صحبت از اتحاد شده ولی کسی تلاشی نکرده برای اتحاد. همچنان که اون روز یادم آروین هم اینجا بود، صحبتی داشتیم که فیلمی هم بود که خود منم اونجا حاضر بودم در فرانکفورت که آقای رضا پهلوی هم بودند، آقای پاچنگی که از دوستان بسیار گرانقدر من هستن و شوربختانه سال هاست که به همین دلیل هم فعالیت های سیاسی رو کنار گذاشتن، البته از ارجمندان هستن، همیشه مبارزین رو هم مورد پشتیبانی و حمایت خودشون قرار دادن. خیلی به صراحت به رضا پهلوی گفتش که آقا شما بیایید اول این اتحاد رو بین خود هواخواهان و هواداران پادشاهی مشروطه انجام بکنید. خب ایشون نپذیرفتن و بعدش هم این دکونهای مختلف بر اومد. بعد اومدن گفتن مشروطه خواه، یعنی بعد گفتن آقا مشروطه خواه که گفتن کسی که به مشروطه اعتقاد داره، اینها نمیدونم سلطنت طلب‌های مستبدن، کسی سلطنت طلب مستبدی وجود نداره. همه اینها بازی الفاظ استعماری بود که متاسفانه از دهن خودی‌ها در اومد برای خراب کردن. با این مقدمه باید اشاره بکنم که رضا پهلوی سال هاست که خودشو شهریار ایران نمیدونه، این به خودش مربوطه، ولی ما مسئله که مطرح میکنیم میگیم خب این رو بیا و به طور رسمی با یک بیانیه اعلام بکن، بگو آقا از این تاریخ من نمیخوام پادشاه ایران باشم، من اصلا جمهوری خواهم یا نیستم یا هر چی هستم، و راه رو باز کن، تکلیف روشن بشه. ایشون نه اتیان سوگندش رو انجام میده، نه سوگند دیگری میخوره که اون سوگند محکمتر باشه، نه بیانیه میده که پادشاه نیستم. یک روز میگه هستم، یک روز میگه نیستم، یک روز میگه جمهوری خواه هستم. اخیراً هم که میدونید در این چند ماه رفته در این شورای ناملی روی سخنم دقیقاً با گروهی از میهن پرستان واقعی هستن که
البته ادعاشو دارن و عضو این شورا هستن که باید تکلیفشون رو روشن کنن، که اونها هم رو سرشون عمامه گذاشتن. بله اونا خیلی وقته و خیلی دارن مردرندی میکنن، فکر نکنم مردم متوجه اینا نیستن. اینا باید تکلیفشون رو روشن کنن. رضا پهلوی حالا اومده میگه من سخنگوی این شورا، یعنی یه شورای 300-400 نفری که بیشتر هم نیستن، حالا تو انتخابات اینا میگن ما انتخابات آزاد میخوایم، خودشون انتخابات آزاد نداشتن. امروز اشاره خواهم کرد. و رضا پهلوی حالا شده سخنگوی اینها. در این میان که بارها ما به اون اشاره کردیم، مسئله تمامیت ارضی ایران مطرحه. در دنیایی که بیگانه استعمار با داشتن مزدورانی در پی تجزیه ایرانه، آقای رضا پهلوی به این مسئله خیلی بی‌توجهن. نمونه سادهش که جنجال رو آفریده و البته بعضیا میگن مشت بسته شورا هم باز شده، من میگم نه، مشت بسته نبود، از اول هم اینها رسوا و افشا شده بودن، منتها با وقاحت آخوندی ایستادن و گاهی هم گروهی ساده دل هر روز منتظرن که خبری بشه. رضا پهلوی در روز دوشنبه 10 یونی به دعوت، یعنی هفته گذشته، دوشنبه هفته گذشته، به دعوت انجمن هنری جکسون در مجلس عوام انگلستان حضور یافته، نه به عنوان پادشاه پیشین و شاهزاده، به عنوان سخنگو. این رو حالا باید اعضای شورا ازش بپرسن آقا برای چی رفتی؟ در این جلسه تیمی، یعنی گروهی از تجزیه طلبان حضور داشتن، و تیمی هم حضور داشتن از تجزیه طلبان خوزستان، اون الاهواز میگن و سالها هم هستن. در اونجا اونها به آقای رضا پهلوی حطاکی کردن، توهین کردن و آمدن بحثایی رو وا کردن، پرسش‌های بسیار بی محتوا، ناخردمندانه، نادرست و در حقیقت تجزیه طلبانه از ایشون کردن و تمامیت ارضی ایران رو زیر سوال بردن. ایشون هم گویا آمادگی رویارویی، چون ما در این مورد یک خبر دست اول نداریم، چند دست چرخیده تا این مسئله اومده، گویا ایشون اونجا آمادگی رویارویی نداشته و در نتیجه از پاسخ به این تجزیه طلبان ناتوان مونده. پرسش ما اینه که آقا مگه هر جا دعوت کردن تو باید بری؟ اگر میری به خودت مربوطه، پس اعلام کن به عنوان یک شهروند و سخنگوی همون شوربا میری. دست کم دست از پادشاه ایران بردار، این رو رسما اعلام بکن. یک مسئله که اینجاست اینه که من فکر کنم دلیل این که رضا پهلوی نمیتونست جوابی بده یا پاسخگو باشه، من فکر نکنم به خاطر این باشه که جوابی نداشت بده. من فکر کنم این به عنوان بلندگوی شورای ملی داشت طبق اون اساسنامه‌ای که شورای ملی داره رفتار میکرد که فکر کنم بند شماره 11 بود که داره میگه برای ایران باید فدرالیستی باشه، تجزیه هم شد که شد، یعنی تجزیه بشه و حرف اون اینه. و رضا پهلوی درست شاید این داشت همین کار انجام میداد و فکر کنم اگر دفاع میکرد از ایران و از تمامیت ارضی ایران مثل یک میهن پرست واقعی، اگر دفاع میکرد نمیتونست اصلا جزوی از شورای ملی باشه، چون اون موقع علیه شورای ملی حرکت کرده، چون افراد میهن پرست نمیتونن قبول بکنن. من یادمه یکی از اون افراد مثلا یه خسرو فروهرنامیه که نام اصلیش مثل خسرو صمدیه که در اولین جلسه‌ای که این شورا در پاریس داشت، ایشون رفته بودن بالا و میگفتن که آقا آدم که مادر خودشو نمیتونه به حراج بذاره که شما اومدید ایران رو به حراج گذاشتید اونجا. و امروز گذاشتن، مسلمه امروز گذاشتن و جای بسی ای کاش رضا پهلوی فامیلیش هم عوض میکرد، برای اینکه یک چیزی رو که رضا پهلوی خودش خوب میدونه ولی اون دور قابچیناش قشنگ نگرفتن مسئله رو، اینه که اگر امروز میلیون ها ایرانی چشمشون به رضا پهلویه
اگر امروز رضا پهلوی رو به اینجا اونجا دعوت میکنن، اینجا اونجا باش مصاحبه میکنن، به خاطر این نیست که مثلا رضا پهلوی یک نوع تحصیلات درست حسابی داره یا رضا پهلوی مثلا اینا عاشق چشم و ابروی رضا پهلوی هستن. اگر امروز کوچکترین دیدی به سوی رضا پهلوی فقط به خاطر پدر و پدر بزرگشه، وگرنه این مردم که از رضا پهلوی چیزی ندیدن هرگز، که چی میدونن رضا پهلوی چنا آدمی نیست. و این رو رضا پهلوی خودش خوب میدونه، ولی دور و قابچیناش شاید رضا پهلوی هم خودش نمیدونه اینو، شاید واقعا نمیدونم یک نوع نارسیسیسم گرفته و فکر میکنه واقعا خودش خیلی بزرگه این وسط، من نمیدونم. ولی به هر روی تا اونجا که من اطلاع یافتم و چند تا از میهن پرستان این مسئله رو عنوان کردن، در پایان این نشست هم موجود به نام رابرت باکلند، رئیس کمیته حقوق بشر حزب محافظه کار انگلستان که حزب حاکمشون هم هست، در اونجا اومده در پشتیبانی از تجزیه طلبان و اینکه یه ملت‌های جدیدی بسازه داخل کشور ما و خدشه وارد کردن به تمامیتی ارضی کشور ما، اومده سخنرانی کرده. ایشون هم بلند نشده حتی به اعتراض جلسه رو ترک کنه. این تا اینجا. اما جالب اینجاست که تنی چند از میهم پرستان، ایران شاه پرستان، یعنی کسانی که بر باور شاهنشاه ایران هم هستن، در اعتراض و انتقاد به شرکت آقای رضا پهلوی در این نشست اومدن در زیر پستی که در صفحه شورای ناملی درست کرده بودند، گویا در فیسبوک هم بوده، که اومدن دیدگاه خودشون رو نوشتن، چیزی که در فیسبوک اونا که با فیسبوک آشنا خوب میدونن، اومدن دیدگاه خودشون رو بسیار مؤدبانه، مهربانانه، با دلیل نوشتن. جالب اینجاست که نه تنها به این دیدگاه ها پاسخ داده نشده، بلکه بلافاصله اومدن تمام این دیدگاه ها رو حذف کردن، یعنی سانسور. یعنی اول پیالو بدمسی، پس این همه شعار که دارید میدید همه دروغه، شما سانسورچیرتر از جمهوری اسلامی هستید. شما از و نه تنها این وسط اینها رو حذف کردن، بلکه اومدن اونهایی هم که این انتقادا رو کردن اینها رو مسدود کردن یا به اصطلاح بلوکشون کردن که اینا دیگه نتونن بیان باز چیزی هم بنویسن. این درست تاکتیکای که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. داخل کشور جمهوری اسلامی از طریق اعدام کردن بلوک میکنه، داخل کشور جمهوری اسلامی از طریق زندان کردن و شکنجه کردن و کهریزک ها بلوک میکنه. امروز هم که شورای ملی فعلا قدرتی در دستش نیست، اینجوری در فیسبوک خودش سعی میکنه انتقاد رو خفه کنه. البته صحبت من اینه که از یک شورایی که سردستش اراذل و اوباش پیشین جمهوری اسلامی باشن، پیشین یا همین الان، از نظر من الان هم دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن، مثل علی اکبر امیدمهر، مثل اون یارو حیدری، نازیرا گلستان، اون یارو رضا پیریزاده، آدم چه انتظاری داره؟ شما یه سری مطالبی داشتید امروز در مورد علی اکبر امیدمهر که قرار بود کمی بهش بپردازیم. چون وقت کمه، من فقط اشاره میکنم به کار این دفتر سیاسی. باز اینجا اشاره میکنم که اعضای این شورای ملی تکلیفتون رو روشن کنید، فکر نکنید سرتون رو زیر لحاف کردید دیگران متوجه نیستن. این دفتر سیاسی در ظرف این یه ماهی که به وجود اومده 3 کار کرده که هر 3 کار بسیار زشت بوده. هر جای دنیا این عمل انجام میدادن اونا رو منحل میکردن، اخراج میکردن، بیرون میکردن، شورا رو منحل میکردن. اما اینا وقیحانه کار نمیکنن. یک، این دفتر اومده همون نامه‌ای رو که به سید علی خامنه‌ای نوشته بود که بهش مشروعیت داد، به رژیمش مشروعیت داد، کارم به اونجا کشید که خود خامنه‌ای اومد به مخالفین گفتش که حالا شما بیاین تو رأیگیری شرکت کنید، هر چی دوست دارید رأی بدید. که خاصی خود رژیمه، هر چی شلوغ‌تر بشه میگه ببینید مردم اومدن. 2، کاری که 1-2 هفته پیش در تایید انتخابات نمادین کانادا پا شدن رفتن اونجا، رضا پهلوی رو بردن در یک نمیدونم برنامه به نام انتخابات و ما، که
صندوق نمیدونم نمادین گذاشتن، چه کردن که کار به اونجا کشید که خود دفتر سیاسی اومد گفت اشتباه کردیم، غلط کردیم، رفتیم اونجا. که البته این اعلام اشتباه کردن از سوی اینها به خاطر فشاری بود که مبارزین و فرزندان راستین ایران به اینا اومدن. سومیشون دعوت مردم بود به بیرون رفتن از منازلشون تحت عنوانی که میخوایم گل بر سر مزار جانباختگان بگذاریم و یا بریم رأی بدیم که رأی من انتخابات آزاد بندازیم تو صندوق سفارتخونه ها و نمایندگی های بیگانه و سازمان ملل. که اینا حتی تو اون رأیشون هم نمی نویسن. اولا که کار بیهوده‌ای بود. تو اون رأیشون هم نمی نویسن که ما رأیمون سرنگونی حکومت اسلامی است، نه چیز دیگه. به امید مهر اشاره کردید. من چرا او رو شروع کردیم به افشاگری؟ باز وقت نیست، هفته دیگه بیشتر وقت خواهیم گذاشت. از او به او گفتیم که تو گفتی دکترا دارم، دکترات قلابیه، بر اساس کتابی که خودت نوشتی، بر اساسی که تو فیسبوکت بوده، بر اساس بیوگرافی که از خودت دادی و تا حالا هم اعلام نکرده. مورد دیگری که من از این دارم، او بر اساس همین کتاب که در پشت جلد کتاب از زمانی که فارغ التحصیل شده در سال 1351 تا 1357 که به وزارت خارجه رفته، او در این 6 سال نوشته که چه کرده، اما نام نبرده که سربازی رفته، نظام وظیفه رفته یا خیر. اما در این کتابش، در برگ 72 کتابش، در سطر 27 نوشته که من به عنوان ستوان وظیفه خدمت کردم. همچنین در برگ 194 این کتاب سطر 19 باز گفته ستوان وظیفه بودم. آقا ممکنه تاریخش اعلام کنی؟ از چه تاریخ تا چه تاریخ ستوان وظیفه بودی و در کجا خدمت میکردی؟ در کدوم پادگان آموزش دیدی؟ اما مسئله دیگری که ما روش صحبت میکردیم و اردوان بر این باور بود که حتما ما باید در این مورد اعلام جرم بکنیم. داریم هم در این مورد فکر میکنیم که از علی اکبر امید مهر که نام واقعیش هم حاجی زاده است به دادگاه‌های اروپا شکایت بکنیم. او در برگ 190 همین کتاب خودش به نام، روش هم بسته است، گزارش به مردم، درباره شرکت در اتاق اقدام و دستور برای قتل 4 نفر از سران نیروهای افغانی که اون موقع با روسا می جنگیدن و اینها، که قرار بود قتل این 4 نفر به وسیله انفجار هواپیما باشه، یعنی ده ها صدها نفرم بیگناهی هم که سرنشین هواپیما بود قرار بود اینا منفجر کنن. و همچنین درباره یک فهرستی که ادعا میکنه داره و داره، واقعا هم این فهرست رو داره، که 192 نفر از مبارزین خارج از کشور باید به وسیله جمهوری اسلامی نابود میشدن که به اینها عنوان محارب و مرتد و مفسد داده بودن. باید اینها کشته میشدن که این رو هم خودش آمده در برگ 288 کتابش اعتراف میکنه. پرسش من این است که یک، تو کنسول یا کنسولیار بودی در پیشاور پاکستان، تو چه کاره بودی که از این فهرست مطلع بودی که در اروپا و امریکا قرار 192 نفر رو بکشند و چرا به اینها اطلاع ندادی؟ در این باره چون وقتمون تموم شده، هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. کاشانه ایران پرستانتون هماره انباشته از فر و فروغ هستی باد. مرگ بر جمهوری اسلامی، پاینده ایران. در رزم و پیکارم، من در رزم و پیکارم، فریاد تو فریاد من، فریاد ایران است، فریاد شیران است، این فریاد شیران است. بر دشخیمان بر دوکینت آواز